سلام دخترم، من ماهیم. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری وقتی مشتری داریم آرایش کنیم، چجوری بریم جلوی مشتری که مشتری وهمش نگیره. هیچ وقت بدون آرایش نرید جلوی مشتری. هر چقدر پوستتون خوبه، خیلی خوشگلید، یه مقدار آرایش لایتو داشته باشید. وقتی خسته اید، وقتی اول صبح صورتتون پف کرده، با همون حال خسته نرید جلوش، چون مشتری میگه ناخن‌کار من، آرایشگر من الان خسته است، نمیتونه اون انرژیشو بذاره واسه من، با اون خستگی داره واسه من کار میکنه، پس اون صدشو واسه من نمیذاره. هیچ وقت مشتریتون نباید بفهمه که شما سردرد دارید، دل درد دارید، پریودید، مشکل دارید، کسی دم در منتظرتونه، عجله دارید. به هیچ وجه. شما توی بهترین حالت خودتون میرید جلوی مشتریتون. چجوری باید آماده بشیم؟ خب اول اینکه پوستتون، صورتتون باید تمیز باشه. اگه اول صبح قشنگ میرید یه دوش میگیرید، آماده میشید، لباساتون رو میپوشید، یه لباس درست و حسابی هم میپوشید. حالا یه سری از سالونا روپوش دارن، خیلی شیکه، با کلاسه. حالا اونایی هم که روپوش ندارن، لباس خیلی باز نپوشید جلوی مشتری. مثلا اگه سالونش هم شورتک نپوشید. نه، مشتری نباید خیلی هم حس کنه که شما انگار خونه خالتونه، انگار خیلی راحتید. نه، مشتری همچین حسی نباید داشته باشه. باید حس کنه که شما الان واسه تایمی که اون گذاشته، واسه اون ارزش قائلی، حالا یه مقدار به خودت رسیدی، اون پرستیژ کاری تو داری. ترجیحاً اگه روپوش ندارید یه بلوز آستین کوتاه، یا اگه دوست داشتید نیم تنه و این چراپ و این چیزا بپوشید، اون نیم تنه‌تون هم سعی کنید آستین دار باشه، حالا کوتاه باشه. شلوارتون همیشه شلوار تمیز و جین باشه. از رنگای تیره استفاده نکنید. حین کار خیلی بهتره، مخصوصا اگه ناخن‌کارا یه عالمه پودر میریزه روی لباسشون و خیلی جلوه قشنگی نداره اینکه پر از پودر باشید و کثیف باشید و هی مشتری پشت سر هم رد کنید بگید آره من ناخن‌کار خوبیم، یه عالمه مشتری دارم. نه، وقتی یه عالمه مشتری داری ولی تک تک اونا که میشینن تو رو تو حالت خستگی و شرک بودن خیلی زیاد میبینه، آقا جلوه قشنگی نداره. سعی کنید کارتون رو حرفه‌ای نشون بدید، حتی اگه حرفه‌ای نیستید، حتی اگه اول کارتونه. این نکات خیلی مهمه. خب من موامو شستم، حالا موهای من فره. سعی کنید موهاتون رو ببندید. اگه حالا ناخن‌کارید، اگه موهاتون بلنده، سعی کنید ببندید که توی دست و پاتون نباشه. حالا من امروز دوست داشتم موامو فر بذارمشون، یعنی من موام صافه ولی فر دائم میزنم، حدود 10 ساله. حالا استایلشون میکنیم. اولین کاری که میکنیم وقتی از حموم میایم بیرون، صورتمون آبرسان میزنیم. فرقی نمیکنه حالا آبرسان خیلی خفن بزنی، کلینیک بزنی، یا یه آبرسان معمولی بزنی. آبرسانی که من استفاده میکنم و واسه وقتی که مشتری میاد، این مورینگاه اینه. من از دیجیکالا میخرم، فکر کنم 100 تومن این حدودا. خب آبرسان خوبیه. حتما از این زیر آرایشتون استفاده بکنید. هم باعث میشه که پوستتون یه مقدار آرایشو بیشتر نگه داره، هم علاوه بر اون باعث میشه که اون ذرات پودر و گرد و غبار زیاد روی صورتتون نشینه. خب پس کرممون رو میزنیم، حداقل برای خودمونم که شده که این پوست داغون نشه. کرمو میزنیم. بعد از اینکه کرمو زدید بچه‌ها باید یه مقدار مکس کنید. همون لحظه آرایشتون رو شروع نمی‌کنید. این کرم باید جذب بشه. الان حالت خیسی داره، من آرایش بکنم این کرم میماسه و داغون میشه، پس یه مقدار صبر کنید. توی همون حینی که صبر کردیم کرممون خوش بشه، من موامو استایل میکنم. چجوری من استایل میکنم؟ اول اینکه من روغن مو میزنم به موام. این روغن هیر واتر کامانه فکر میکنم، نه دیگه هیر واتر نمیدونم چیه. اینه. یه عالمه کرم میزنم چون قراره موام پر از پودر بشه. خب رو کل موام میزنم و پوش میدم.
بچه‌ها وقتی که آرایش ندارید میرید جلوی مشتری، یعنی واقعا این حس رو بهش میدید که مشتری میتونه هر ایرادی ازتون بگیره، شما رو خیلی پایین تر از خودش میدونه، ولی وقتی که به خودتون رسیدید خب مشتری خیلی حس بهتری میگیره، خیلی راحت تر، حتی اگه شما کارتون اشتباهه خیلی راحت تر باش کنار میاد، حتی اگه چه میدونم دارید لفتش میدید اونجوری خیلی راحت تره واسش صبر کنه، تا وقتی که شما هیچ آرایشی ندارید و اصلا به خودتون نرسید و چرک اومدید جلوش، تازه هی اونجوری ازتون ایراد میگیره، هی اذیتتون میکنه. پس خیلی مهمه این موضوع. خب من کرم مومو زدم، حالا باید مومو پر از ژل کنم. مومم رشد کرده، اون قسمتی که فر کردم نگاه کن، الان این 5 سانت اولش فر نیست بقیهش فره. خب الان پر از ژلش میکنم. ژل من اسکای، اینم فکر میکنم 100 تومن 150 تومن از دیجیکالا میگیرم. وقتی که موهاتون فره نباید از ژل خیلی قوی استفاده بکنید، چون ژل قوی باعث میشن که اولا آسیب ببینه موهاتون، بعدش موهاتون خیلی حالت خشکی میگیره و سفیدک میزنه. یه عالمه ژل زدیم رو کلمون. قشنگ این ژل رو پخشش میکنم که استایل موام اوکی بشه. با شونه نمی کنم موامو، اصلا نباید شونه کنید وقتی موهاتون فره. همین دستتون بکشید داخل موهاتون که این ژلی که زدید، این روغنی که زدید کامل بین همه موهاتون پخش بشه. حالا یه سری دوست دارن از کلاه استفاده کنن چون موهاشون پر از پودر میشه، ولی من استفاده نمیکنم، ترجیح میدم موم اینجوری فرفری مشخص بشه. خیلی دوست دارم این فراشو. تازه یه مشکلی که من دارم، من حدوداً 2 ماه 3 ماه پیش سرم شکسته، اینقدر از موهام چیدنش، یعنی کل موهام فره، اون یه تیکه اصلا مو نداره، ولی با این حال ترجیح میدم استایلش رو فر بذارم امروز. خب الان تقریبا اوکی شد. موهامو اینجوری پوش میدم رو به بالا تا خودشون هم خوش میشه. حالا میتونید با دیسپانسر خشکشون کنید، میتونید هم حالا صبح خودش خوش بشه، من صبح خودش خوش بشه. برم دستامو بشورم، پر از ژل شده. الان میام، الان دیگه تایمی هم هست که اون کرمی هم که زدم روی صورتم جذب شده، میتونم آرایشمو شروع کنم. کرمی که من استفاده میکنم یه خاصی نیست، این من از دبی گرفتم، بیبی کرمه، این شماره 4شم، پینک اسکای، فکر میکنم 300 تومان 400 تومان بکنم، میشد 6 درهم 7 درهم تا 9 بیشتر 9 درهم نبود. یک کوچولوشو میزنم، اینقدرش کاور میده قشنگ. میگم آرایش بکنید، منظورم این نیست که حالا برید آرایش عروس بکنید جلوی مشتریتون، نه دیگه، اونم میترسه بنده خدا ازتون، اونقدرم آرایش نکنید. خب اینم طرز کرم پود زدن من. کرم پودرتون سعی کنید دقیقاً اون رنگ پوستتون بگیرید، نه سفید بگیرید یا خیلی برنز، رنگ پوستتون باشه. شما میخواید اون اگه صورتتون لکی داره، اگه ایرادی داره، با استفاده از این کرم پودر بپوشونید، نه اینکه واسه عروسی آماده بشید، نه اینکه واسه دیت آماده بشید. شما میخواید یه ظاهر خیلی تمیز داشته باشید جلوی مشتریتون. بچه وقتی که حالتون بده به مشتری میگید من حالم بده، من پریودم، من بابام دمه دارم منتظر، مشتری حتی اگه اون لحظه با شما همدردی بکنه، آخه یه درد میکنه، آخه سردرد داری میخوای قرص بخوری، حتی اگه اون لحظه با شما همدردی بکنه، وقتی رفت خونه هی فکر میکنه نگاه کن الان ناخن‌کار من، آرایشگر من حالش بد بود، بعد کارم درست انجام نداده. یعنی من داشتم مشتری که مثلا اومده بود بهش بگم من مثلا سرم درد میکنه، سرم درد میکرد اون لحظه،
رفت خونه، آقا همه چی اوکی، کلی مشاوره دادم بهش که چونم لاکش رو انتخاب کنم. من یه لحظه بعد گفتم سرم درد میکنه قرص میخوام بخورم، همین. این مشتری رفت خونه، شبش به من پیام داد چون تو سر درد میکرد نتونستی درست به من مشاوره بدی، رنگ لاکمو من دوست ندارم، شوهرم دوست نداره. چیزی که من تلاشم هم کردم اصلا جبران بکنم اون حرفی که زدم. یه خط چشم خیلی کوچولو میکشم انتهای چشمم. خیلی کوچولو نشد انگار. شما کوچولو بکشید. خب خیلی سخته مثلا بکشی خط چشم واقعا. دوتا رو کشیدیم. خط چشمم هم که اینجوری شد کالیستا مویه. خب الان داریم دوسته ادامهش. الان کرم پودرمو زدم، موامو استایل کردم، خط چشمم هم کشیدم. حالا یه کوچولو به صورتم میخوام روح بدم، بعد بدم به صورتم. کانتور استفاده میکنم. کانتورم هم لایو. خب این رنگا رو داره، من از این استفاده میکنم. یه کوچولو این پایین صورتم میزنم که زاویه‌مو بیشتر نشون بده. یه کوچولو این زیر من میزنم، دوست دارم یه کوچولو حالت گونه داشته باشم. اینجوری هیچ جای خاصی هم نمیزنم، درست میزنم یا نه، دوست دارم اینو. اینجا هم میکشیم. خب الان اینجا دماغم هم من دوست دارم یه کوچولو باریک‌تر نشون داده بشه، اینجاش میکشم و اینجاش. اوکیه اینم. حالا این مرحله بعدی کوچولو روش‌گونه میزنیم. روش‌گونه این روش‌گونه شکلم خیلی دوستش دارم. هر چیزی روش‌گونه رو سعی کنید صورتی بزنید، خیلی سنتون رو میاره پایین‌تر، خیلی صورتتون رو شادتر نشون میده. روش‌گونه منه، از بازارم خواهم، فکر نمی‌کنم اصل باشه. 2 تا نقطه کوچولو دیگه. ببین اینو این بالا میزنم، اینجوری میارم تا روی دماغم. من اینجوری بهم میاد، دوست دارم، یعنی خودم میگم اصلا هم این آرایش درسته واسه صورتم یا نه، من اینجوری دوست دارم. خب نکنم روی دماغم این قرمز شدم. خب کم زیادم دارم، اینجوری پاکش میکنم. اینجا هم میزنم یه کوچولو پشت چشمم. خب بفهم اوکی باشه. حالا میمونه ریملم اسنس اینه. ریملم حتما بزنید. ریمل یه کوچولو صورتتون خیلی زیاد نه اینجوری بد بمونه، اگه اکستنشن دارید بازم بهتر. یه کوچولو فقط در حالی که مثلا موجهاتون رو یه کوچولو بلند کنه، صورتتون رو گوگولی میکنه این ریملم. خب اینم ریمل. خیلی من عاشق ریملم. من یه مدت
حدوداً فکر می‌کنم 3 ساعت 4 ساعت همیشه اکستنشن میکردم، ولی توانایی موندن زیر دست موژه‌کار رو ندارم و ترجیح میدم ریمل باشه. الان یکم اون نچراله، خیلی موز شده، ریمل رو ترجیح میدم. خودم ولی ابروها رو مرتب میکنیم. ابروها فقط براش میکشم که حالا اگه کرم پودر رفته روشون اینا مرتب بشه. خب براشم هم کشیدم. رژ لب، از رژ لبای خیلی پررنگ اصلا استفاده نکنید، یا تینت بزنید یا یه دونه برق لب. این کیکو انشالله که اصلا اینا. یه برق لب خیلی کم بزنید، خیلی ملی. همین. آرایش خیلی زیادی نکردم، در حدیه که آقا صورت منو مرتب نشون بده. خب الان موام تقریبا خشک شده. موامو دوست دارم این فرفریاش مشخص باشه وقتی میبندم. موامو شل میبندمشون. الان اوکیه. دخته از این تاراشم میریزم اینجا. از گوشواره هم من استفاده میکنم همیشه. وقتی گوشواره میذاری، من خیلی کامنت های خوبی گرفتم از مشتری وقتی گوشواره میذارم. خیلی ذوق میکنم این گوشواره، چه بامزه است. خب اینم از گوشواره ها. رو میزم تمیز میکنم مرتب واسه اینکه مشتری بیاد. و خب اینم یه آرایش خیلی خیلی آروم و ملی واسه اینکه برید پیش مشتریتون. امیدوارم که به دردتون بخوره این ویدیو و حرفایی که زدم. واسم کامنت بذارید، بگید که دوست دارید آموزش بعدی چی باشه. ما یه دوره رایگان داریم که همینجا توی یوتیوب هستش. 0 تا 100 ناخن رو من بهتون همینجا یاد میدم. یعنی اگه استعداد داشته باشید میتونید بدون استفاده از کلاس‌های حضوری حتی 0 تا 100 ناخن رو یاد بگیرید. اگه اول استعداد داشته باشید، بعدم اینکه تلاش بکنید، یعنی تمرین بکنید توی خونتون. فقط ویدیو دیدن خب قطعا بهتون کمک نمیکنه. من چون خودم زمانی که شروع کردم اون هزینه کلاس رفتن رو نداشتم، بارها بهتون گفتم مثلا دلیل اینکه من دارم آموزش رایگان میدم چیه. اون هزینه کلاس رفتن رو نداشتم و گفتم خب آقا الان که میتونم خودم رایگان آموزش بدم، شاید یه نفرم مثل من باشه حالا این کلاس به دردش بخوره. و هیچ من دوره‌ای نمیفروشم، دوره‌ای از این پکیج و این چیزا الان ندارم فعلا، که حالا فعلا قصدش هم ندارم 2 روزگانم. اینو نذاشتم این آموزش رو که پکیجمو بفروشم یا بگم حالا بیاید توی دوره‌های من تا اینجا بهتون میگم حالا بیاید تو دوره شرکت کنید. نه، اگه هم میخواید تو دوره شرکت بکنید، چه پیش من چه هر کس دیگه، این ویدیوها رو ببینید، به نفعتونه. این ویدیوها رو ببینید، بعد از اون میتونید حالا یه آپدیت شرکت کنید، یعنی یه آپدیت 2 جلسه شرکت کنید، حل میشه واسهتون. حالا مدرسای زیادی هم هستن آپدیت میذارن، من خودم میذارم آپدیتو، ولی دیگه اون هزینه کلاس جامعه نیست واسه شما. و اینکه این همه تو راه باشید، رفت و آمد داشته باشید. واقعا اگه کسی نیاز داشته باشه با همین کلاس‌ها میتونه 0 تا 100 رو یاد بگیره. خیالتون از این بابت راحت باشه و میگم همیشه هر سوالی داشتید واسه من کامنت کنید. این که میگم کامنت کنید نمیخوام کامنتام بره بالا، میخوام من توی اینستا خب مشتریای خودم هم هستن، وقتی که شما میاد سوالتون رو اونجا میپرسید باعث میشه مثلا مشتریامو نبینم. اینجا باشه خیلی بهتره سوالاتتون. ما سوال جواب داریم، تمام سوالاتتون رو من میبینم. حالا شاید همون روز نبینم، 2 روز بعد جواب بدم، ولی همه سوالاتتون رو من میبینم. خیالتون راحت باشه، من کنارتون هستم تا کامل یاد بگیرید. خوشگله من. و همیشه به هم کامنت بدید، بگید من چی کار کنم، چجوری آموزش بدم، چجوری ویدیو بگیرم.
خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم، حالا به هر نحوی. دوستتون دارم.